سلام دوستای عزیز، آرزو میکنم جور صحتمند باشین. بازم با یک ویدیوی جدید من در خدمت شما دوستا قرار دارم. در این ویدیو بر شما آموزش میتونم که چگونه یک ویدیو را از فیسبوک دانلود کنیم. دوستان عزیز، او هم بدون کدام اپلیکیشن و یا دانلودر. دوستان عزیز، بسیار زیاد به طریقه آسان ما یک ویدیو را از فیسبوک گرفته میتونیم. دوستان عزیز، تا آخر ویدیو مرا همراهی. اگر میخواین از ویدیوهای تازه یا جدید ما با خبر شوین، چینل الماس تک سابسکرایب کنید. خب دوستان عزیز، در قدم نخست شما فیسبوکتان رو باز میکنین. بعدا در کجا میرین؟ میایین در به طور مثال دوستان عزیز، من این ویدیو را میخوایم دانلود کنم. دوستان عزیز، در اینجا کلمه 3 نقطه است، اینجا کلیک یا انتخاب میکنیم. در اینجا میبینیم که نوشته نیست که ما ویدیو را دانلود کنیم و یا سیو کنیم ویدیو را. خب ما و شما چی میکنیم؟ کپی لینک میگیم. بعدا از فیسبوک برمیگردیم. دوستان عزیز، چی میکنین دوستان عزیز؟ یکی از براوزرهای موبایلتان رو باز میکنین، چی کروم یا چی اپرا می باشه. خب کروم باز میکنین دوستان. کروم که باز کردیم دوستان عزیز، چی میکنین؟ امی لینک در اینجا پیست میکنین. دوستای عزیز، در اینجا پیست میکنین، ایره گو میکنین. اینجا میبینین که صفحه باشد. البته کدوم شما لاگین فیسبوکتان لاگین باشه. خوب دوستان عزیز، بعدا چی میکنین؟ در اینجا میایین. در اینجا که آمدین دوستان عزیز، در اینجا میایین. چی میکنین دوستان عزیز؟ اینجا میایین، در اینجا نوشته میکنین بیسیک. بعدا چی میگین؟ گو میگین. ببینید دوستان عزیز، حالا من ویدیو را پلی میکنم. سوشل میڈیا سے سنائے گی. خب دوستان عزیز، ویدیو که پلی شد شما در این 3 نقطه میایین. شما دانلود انتخاب میکنین. دوستان عزیز ببینید، دوستان عزیز دانلود انتخاب کردین، اینجا دانلودینگ میگه. ببینید دوستان عزیز، اینجا دانلودینگ میگه. بعدا باز در گالری که برین دوستان عزیز، اونجا ویدیوی شما دانلود میشه. این بود ویدیوی امروز ما. تا ویدیوی دیگر، خداحافظتان. همیشه با الماس تک باشین. خداحافظ.